از نظر روانشناسی، آدمایی که وقتی از خونه جدا میشن دیگه به پدر و مادرشون زنگ نمیزنن، ذاتاً سرد یا بی احساس نیستن. معمولاً این رفتار به چیزی برمیگرده که بهش میگن سبک دلبستگی اجتنابی. این آدما به خاطر تجربه ناامیدی‌های گذشته از نظر احساسی فاصله میگیرن. ظاهراً خیلی مستقل به نظر میان. همه چیز رو خودشون مدیریت میکنن و هیچ وقت نمیخوان باری روی دوش کسی بذارن. اما پشت همین ظاهر قوی یه حساسیت عمیق پنهان شده. حتی اگه کلی دوست داشته باشن، وقتی رابطه کمی سرد بشه دیگه دنبالش نمیرن. کم پیش میاد کسی اونقدر بهشون نزدیک بشه که واقعاً بشناسدشون. وقتی به مشکل یا اختلاف میرسن، اولین واکنششون حل کردن نیست. اولین واکنششون فرار کردنه. اما چرا؟ چون معمولاً توی کودکیشون با بی‌توجهی احساسی مداوم بزرگ شدن. چیزهایی مثل انتقاد دائمی، نبودن محبت یا حتی آزار روانی. وقتی بچه محبت و امنیت کافی دریافت نمیکنه، مغزش یاد میگیره که تنها تکیهگاه مطمئن خودشه، نه دیگران. آدمایی که دلبستگی اجتنابی دارن دو ویژگی دیگه هم معمولاً دارن. یک، رابطه عمیق برقرار کردن براشون سخته. خیلی راحت با شرایط مختلف وفق پیدا میکنن، اما کم پیش میاد خودشونو کامل باز کنن. میترسن اگه آسیب پذیری‌ها و زخم‌های قدیمیشون دیده بشه، دوباره صدمه ببینن. برای همین به محض احساس خطر سریع عقب میکشن. دو، واکنش احساسیشون معمولاً دیر ظاهر میشه. نه به این دلیل که بی احساسن، بلکه چون سالها احساساتشون رو سرکوب کردن. برای همین احساساتشون معمولاً خیلی دیر و بعد از جمع شدن زیاد خودش رو نشون میده.